شام 3 دکامبر در یک قطار شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نوار پنهان گردید که در آن جوان دختر به دغل گفتاری راه داده دعوا دارد. جوان پسر نامعلوم به او درافتاده او را در جای جمعیتی مورد دشنام و حقارت قرار داده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که در نتیجه تحقیق نوار از جانب کارمندان میلیشیای پایتخت هر دو اشتراکچیان حادثه معین و به مقامات میلیشیا دسترس کرده شدند که آنها اشورعلیزاده بهاوالدین سال تولدش 1991 ساکن شهر باختر موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه و نظر و منیژه سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه بودند. ضمن بررسی و پرسش هر دو جانب معین کرده شد که صحنه 3 دکامبر تخمین ساعت 16:30 هنگام در کوچه زرنسار نزد بازار کاروان قرار داشتن شهروند نظر و منیژه جانب شهروند اشورعلیزاده بهاوالدین در افتاده بعد قبیدن دستش نام برده را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده ترتیبات جمعیتی را وی رانموده است. در جواب جوان دختر نظر و منیژه نسبت جوان پسر اشورعلیزاده بهاوالدین دغل رفتاری نموده سخنهای قبیح زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت هر دو اشتراکچیان حادثه طبق طلبات ماده 460 میده باشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده ماموری ترتیب داده شده. در نتیجه کردارهای ضد حقوقی هر دو بهای حقوقی داده شده. سپس با قرار سود نسبت شهروند اشورعلیزاده بهاوالدین جزا در نمود حبس ماموری به مدت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. همچنین با قرار سود برای دغل گفتاری در جای جمعیتی نسبت نظر و منیژه جزا در نمود جریمه ماموری به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها تعیین گردید.